تلاوت میکنیم. قرآن مجید پر از دعا هست. اصلا خود قرآن مجید خواندن خودش یک دعایی هست. حتی در حدیث شریف آمده که یک کسی هست که قرآن میخواند فرصت نمیکنه دعا بکنه، فرصت نمیکند از خداوند حاجت خودش را و تمنای دل خودش را بطلبد. الله خوب از دل خبر دارد. به برکت تلاوت قرآن مجید الله تعالی تمام آرزوهایش را برآورده میکند. تمام اون چی که در دل دارد الله برایش فراهم میکند. من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی. هر انسانی، هر مؤمنی که او را قرآن مشغول بکند از یاد من و از سوال کردن از دربار من، اعطیته افضل ما اعطی السائلین، من به اون انسان میدم بهترین اون چیزی که به بقیه سائلین میدهم. به بقیه کسانی که سوال میکنند و از من میخواهند چی میدهم؟ بهترینش را به همین کسی که قرآن تلاوت میکنه. پس قرآن دعا هست.